بریم بهتون یاد بدم که چطوری همچین ادیتی بزنید. بزن بریم سراغ آموزش. برای ساخت این ادیت اول یک عکس وارد میکنید، تایمش رو روی 8 ثانیه قرار میدید. بعد از اینکه تایم رو تنظیم کردید وارد بوم میشید، روی 9/16 قرار میدید، تنظیمش میکنید. بعد از اینکه اون رو تنظیم کردید خارج میشید از اون بخش و از بخش ماسک، این ماسکی که الان من توی تصویر انتخاب کردم انتخاب میکنید، کوچیکش میکنید. بعد اون چیز پایین رو میکشید تا گوشه ها محو بشن. بعد از اینکه این کار رو کردید گوشه تصویر قرارش میدید. بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادید از این بخش هم خارج میشید. بعد که از این بخش خارج شدید به اول ویدیو یک کی فریم اضافه میکنید. بعد از این به آخر ویدیو هم یک کی فریم دیگه اضافه میکنید. روی کی فریم آخر وای میستید، دوباره به بخش ماسک میرید، همون ماسک رو تا اون یکی گوشه تصویر میکشید و اینطوری ویدیو درست میشه. برای آموزش‌های بیشتر ساب کن.